دهر الارض. چرا میگن دهر الارض بردارو؟ برای اینکه زمین از زیر خانه خدا پخش شده، از روی آب اومده دنیا رو گرفته. ما الان رو زمین زندگی میکنیم ولی زیرمون آبه. راوی میگه من خدمت امام هشتم رو شام با پسرم بودم، شب 25 ذی‌قعده. حضرت فرمودن امشب شب 25 حضرت ابراهیم خلیل دنیا آمده، ولد فیها عیسی ابن مریم، حضرت مسیح دنیا آمده. زمین پهن شده از زیر کعبه. هرچی روز دهر الارض روزه بگیره مثل این که 60 ماه روزه گرفته. روایت دیگه دارد بله الا ان فی، آگاه باشید که حضرت مهدی علیه السلام قیامشون روز دهر الارضه. انشاءالله زنده باشیم یه دهر الارضی ظهور حضرت رو درک بکنیم. خیلی نزدیک شده ظهور حضرت. بله 4 روز در دوره سال